جیگر داداش، یالا خیلی مخلصم آقا، فدات شم. ببین، بازی عمو حسن رو میخوای؟ بازی عمو رجب رو میخوای؟ بازی آقای ادیب زاده رو میخوای؟ بازی کیو میخوای؟ من برات برم آقا، برات من میرم. بیا اینجا، بیا اینجا بهت یاد میدم اصلا. آقا اینجا میخوام بهت بازی عمو حسن، عمو رجب رو بهت یاد بدم. عمو رجب فن روتیل و یا حسین، فن روتیل و این فن دست میزنه و اینا همه رو بهت یاد میدم آقا. فقط جان داداش، تو قسمت قبلی دیدی خدا وکیلی عشق کردی، من که میدونم خدا وکیلی عشق کردی. اینم بهت یاد میدم، اون لایکو بزن، اون سابو بزن، جان این سیبیل و ریش بزن، خدا وکیلی به من خیلی کمک میکنه. همونجور که به تو گل یا پوش بازی کردن کمک میکنه، به منم خیلی کمک میکنه. آقا پرچمت بالاست، میرم واسه کار. ببین، اول اینکه عمو حسن موقع بازی کردن خیلی مریض پخش میکنه. مریض پخش کردن چیه؟ نامنظم. یهو 3 دست میده به امیرعلی، 1 دست میده عمو رجب، دوباره بعد 4 دست دوره میده به خود عمو رجب. مریض پخش میکنه. عمو رجب چجوریه؟ عمو رجب ببین، گل وقتی میفته تو دستش، تا اونا درگیر بقیه‌ان جز امیرعلی شروع میشد، یکی تو دستش بازی میکرد که گل حاجی بیاره اینجاش. ببین گل کف گل اینجاست، من که اینجوری میکنم که گل بیارمش اینجای دستم. امیرعلی جان، عمو رجب، حالا شما بتونید یکم بهتر برید، قشنگ برید این لا، خیلی قشنگ میشه. ببین دیدی؟ حالا بذار یاد بدم دیگه قشنگ. ببین گل الان اینجاست. حالا اونایی که دستشون دست من مخصوص گل یا پوچ نیست، دست من لاغره، ولی خب میزنم دیگه، حرکتا داره میزنم همشو. ببین عمو حسن گل میده به عمو رجب، این همینجوری با خودش بازی میکنه، اینجوری میکنه. داش طرف عمو رجب خیلی من دوستش دارم، کم نداره که اینجوری کنه که گل میخواد بندازه یه جایی که بتونه آقا من با این بازی کنم، یه جا بذارمش که بتونن نمایشی بازی کنم من با این. چه جوری؟ حالا بیا وصیت بدم. گلی که انداخت آقا اگه درگیر بقیه شدم مثلا از اون یکی نفر پر کنن که کردن، اما اگه نه، شما همین کاری که من کردم، گل با تو دستت لغ بخوره قشنگ، آروم آروم بنداز بالا با یه فشار خیلی آروم. اول که اینجا دستت باید عرق کرده باشه، تقریبا تر باشه، نه اینکه خیس باشه. اینجوری میندازی بالا که گل بتونی بگیریش. ای آقا تمرین کن، تو خونه نشستی، گل بنداز تو دستت، اینجوری کن. گل قشنگ باید بیفته اینجا. بیا این گل. حالا من برای اینکه وقتی ویدیو گرفتن نشه، من میذارم دادن انگشتم اینا، بعد دستش مش کرده اینجوری دیگه، بعد بهش میگن عمو رجب شروع کن، میگه چشم، 2 تا کف میزنه، دستشو اینجوری میکنه که گل دیده نشه، اینجوری میکنه. حالا گل داری میبینید، چون من دستم میگم لاغره، مگه اینو بزنمش اینجا احمد نمیتونه اصلا گل بگیره. بیا اینجوری میشه. آقا بیا بهت قشنگ یه بار دیگه بگم، گل میاری روی این بین 2 تا انگشتت، نگه میداری، 2 تا کف میزنی، یکم جای این درست بشه، 2 تا کف که زدی، بیا قشنگ اینجوری کن. بیا. ولی خب یه کاری بهت بگم، این کارو وقتی انجام میدی تو صورت طرف انجام نه، نرو جلوی صورتش اینجوری کن، نه، دستتو به پایین بگیری بهتره. مثلا تا صبح من برات اینو میدم. این فن عمو رجب بود به همین راحتی و خوشمزگی. فن روتیلش هم دقیقاً همینه، دستشو اینجوری میکنه. بیا دقیقاً فن اصلا عمو رجب کارش اینه که تو لای این 2 تا انگشتش نگه میداره. حالا یه شایعاتی شنیده بودم که میگفتن عمو رجب گل میزنه دستش تو آستینش، این کارو نکنید. عمو رجب که این کارو نمیکنه، ولی خب اگر هم بکنه باز پرچمش بالاست. من خیلی قبول دارم عمو رجب. آقا این ویدیو رو هم دیدی و خلاصه خدا وکیلی عشق کردی، جون داداش لایک و سابم بزن، برو دنبال زندگیت، عشق کن.